دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو و از شما بسیار تشکری میکنم که این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین و سال نو 2022 را به بسیار خوشی آغاز کرده باشین و ما امیدوار هستیم که دست به دست یکی دیگه خود بدیم، از هر طریقی ما بتانیم که وطن خدا و مردم خدا، مردم افغانستان رنجیده را کمک کنیم. اینمی که ما و شما کوشش میکنیم خود ما را رشد میدیم، اینمی یک نوع کمک است بر اونم ملت. وقتی قدرت فهم آدم بالا بره، آدم رشد بکنه، بسیار چیزها را آدم میتونه که به اون شکل درستش بفهمه و میتونه که یک عضو به درد بخور امو جامعه شود. آهنگی که امروز به فرمایش یکی از دوست ما آموزش داده میشه به نام لیلا لختده. این آهنگ که برای اتن جور شده و فکر میکنم که فردهاد جان دریا کمپوز زیر آماده کردن، ولی من مطمئن نیستم. و این در آهنگ اتن خوانده میشه، یعنی یک آهنگ اتن است. میریم دوستای عزیز یک جای شروع میکنیم برای آموزش امی آهنگ جالب. اول ما میخوایم که در مورد امی شعر یک کمی معلومات بدیم. یعنی اینجا شعرش اصلا اینا دو بیتی ها هستن که استفاده کردن برای زبان پشتو که معلوم نیست شاعرش کی هست. شاید شاعرش مردم عام باشه، معلوم نیست. برای من داخل معلوم نیست، ما پیدا کردن نتونستم. که ما میخوایم که معنای از این بفهمیم دوستای عزیز. چرا معنای شعر مهم است؟ وقتی که آدم آهنگ میخونه، معنای شعر مهم به خاطر از این است که ما احساس امون شعر باید دو آهنگ بدیم. ما باید اول معنایش بفهمیم که در حساب وقتی که میخوانیم امو احساس برش بدیم توسط گلون خود ما، که گلون خود ما هم یک انسترومنت است، یعنی یک آله موسیقی است. ما باید همراه آله موسیقی، تارای صوتی گلون خود ما احساس باید برای آهنگ بدیم. اگر ما معنای آهنگ نفهمیم، ما در آهنگ امو احساسی که لازم است او رو نمیتونیم داده. و دوم قدمشی است که یک دفعه همراه گلون خود، امرای اینسترومنت یا آله موسیقی گلون احساس نشان میتیم و یک دفعه دیگه امرای آله موسیقی که ما خود ما دو بازی میکنیم. مثلا هارمونیه را ما باید بفهمیم که در کجا کدام کورد بگیریم، که کورد بسیار مهم است در تعیین کردن احساس در یک آهنگ. از اون خاطر ما بسیار لازم میبینیم که شعری که ما نمیفهمیم معنایشه، یعنی حداقل من نمیفهم که چقدر از افغانا پشتو میفهمن و چقدرشان بیرون از افغانستان هستن نمیفهمن. من خوب کم میفهمم دوستای عزیز و برای من مهم است که کسایی که نمیفهمن و مثل ما هستن که کم پشتو را بلد هستن، اینا باید معنای پشتو را بفهمن، معنای شعر بفهمن که بتونن با مو احساس درستش او را ادا کنن. لیلا لختده چندارو میگه لیلا، هر کسی که لیلا میتونه که هر کسی باشه، یعنی در مجموع امو دختری را که خوش داره نامش لیلا مانده و او را میگه لختده. یعنی یک لخته یک خمچه را میگن. لخته در پشتو یک خمچه است و لختده چندارو نام یک درخت است. نمیفهم، شاید امی درختی که در دری چنار میگن شاید از امی باشه، ولی میگه لیلا لختده چندارو، یعنی که لیلای ما یعنی بسیار نازک است، مثل یک شاخچگک نازک درخت چنار. دوستای عزیز، من ایفهم اگر مرا کس بگوید که لخته یک مثل یک شاخچگک یا نازک عظمی چنار هستی، بر من کمپلیمنت نیست. اما خب شاید برای کسایی که شما بشنوین فکر کنین که این چی رقم یک شاخچگک چطور میتونه که یک کمپلیمنت باشه. خب هر لسان، هر مردم یک اصطلاحات دارن که برای خودشون معنا داره. اینمی
اصطلاح برای خود امی ملیت پشتون ما یک معنای زیبا داره که ما برشان احترام باید بکنیم. فکر میکنم معنای شی باشه که یعنی بسیار نازک است، یعنی جوان است و نازک است و مقبول است و امی طور یک چیزا را در خود در بر میگیره و این آستایش است که بارها تکرار میشه. و انتره ما یکی را کار میکنیم که هم یک دو بیتی است که میگه پر طبیبانو نجوریگم، یعنی دکترها مرا نمیتونن که صحتمند بسازن، مرا جور کردن نمیتونن دکترها. شین اشنامی که طبیب شی رو بشم. اگر میگه امو عزیز من، امو کسی که من دوست دارم، اگر امو دکتر مشه ما جور میشم. جالب است بسیار که اگر امو کسی که دوست داره اگر برش طبیب شوه، یعنی گپش گوش کنه، مشکلش حل کنه، مریضیش پیدا کنه و به او برسه، دیگه ای آقا دیگه مشکلش حل میشه. ای به کدام طبیبی ضرورت نداره، طبیبیش فقط اون کسی است که او رو دوست داره. خب دوستای عزیز، میریم شروع میکنیم با تمرین امی آهنگ بر روی کیبورد هارمونیم. دوستای عزیز، این آهنگ ما از امی دی آهنگ دوستای عزیز اصلا یک تا کورد استفاده شده. این می کورد یک ماینر کورد است. این آهنگ از یک دانه ماینر کورد جور شده. ما اگر کسی میخواد از اینجا بخونه اتر میکنه، مثلا اگر کسی میخواد از اینجا بخونه این رقم است، اگر میخواد مثلا اینجا است، من مثلا از اینجا ایره میخوانم. از اف ماینر کورد میره میخوانم و دمی آهنگ فقط یک تا کورد استفاده شده. یک تا کورد استفاده شده و آهنگ جور شده. و من برای کسی که کمپوزیشن جور کرده یعنی بسیار افتخار میکنم که از این یک تا کورد فقط این 3 تا نوت استفاده کرده و این جور کرده. بسیار جالب. و ما فکر نکنیم که آل دهی آهنگ دیگه که یک 3 تا یک نوت جور شده این دیگه بسیار آهنگ ساده است. نه دوستای عزیز، این آهنگ واقعا ظرافت‌های بسیار زیاد داره. ما باید بسیار زیاد متوجه باشیم و به مو ظرافت‌هایی که آقای فرهاد دریا ایره آماده کردن، به مو ظرافت‌ها اگر بخونیم ما باید بسیار دقت کنیم. یعنی به نظر من این آهنگ بسیار آهنگ مشکل است. گرچه که نظر به اینکه 3 تا نوت داره آهنگ مشکل است، برای که ظرافت داره و ما باید حتما به ظرافتش بخونیم. اگر نخونیم دیگه این آهنگ باز مزه‌دار نیست. و میریم شروع میکنیم. دوستای عزیز، حالا امروز یک ترکیب نمایش میتم. لیلا لختده چندارو لیلا میلودیش چی رقم هستم؟ همراه یک
میتونین تغییر بتین یک کمی، یعنی من پیشتر که نشان دادم آره یک که کم تفاوت داشت هاری قسمش نشان میتونم. اینمی ملودیش از دوست عزیز شما میتونین که خودتانم یگان ملودی ها به تیزی جور کنین و ملودی تکرار شده میره و تکرار شده میره و در قسمت خود مابین آهنگ هم یک توتگکی از ملودی است که ما میخوایم که نشان بتم. لیلا لختده لیلا لختده لیلا لختده لختده چندارو لیلا لختده. وقتی که لیلا لختده در قسمت دو بیتی هر بیتش که وقتی آخر میشه که میگه لیلا لختده باز بعد از دیگه چیز نمیگه در آخری بیت باز این میتر یک چیزی میگه لیلا لختده لیلا لختده. انترش همچنان از این نوت شروع میشه قسمت اولش، ولی قسمت دومش باز یک نوت پایین تر شروع میشه. شما ببینین مقصد من چی هسته. پتا بی بالو نجوره گملیلا لختده پتا بی بالو نجوره گملیلا لختده. قسمت دومش شما ببینید که از این شروع میشه. شیرین اشنامه پتا بیبشیرو باشما لیلا لختده. چیز بود یک بار دیگه تکرار میکنم دوستان عزیز، برای که اینجا یک باریکیه که بسیار نازک است و این میره اگر ما در نظر نگیریم آهنگ دیگه مقبولی خود نمی داشته باشد. پتا بی بالو نجوره گملیلا لختده لختده چندارو لیلا لختده. باز قسمت دیگهش از اینجا شروع میشه. شیرین اشنامی پتا بیبشیرو باشما لیلا لختده لختده چندارو لیلا لختده. دوستان عزیز اینمی تمام آهنگ است. دقت و ظرافت زیاد لطفاً به این کار ببرین، مخصوصاً نیم نوتا و کدام قسمت دو دفعی استفاده شده، کدام قسمت دو دفعی نوت استفاده شده، اینا بسیار به دقت ببینین. من اینجا که در یوتیوب وقت سرچ کردم بعضی کسا میخوانن که اینمی ظرافت ها رو در نظر نگرفتن و آهنگ مو مقبولی خودش نداره. دوستای عزیز در این آهنگ دادری پشتو اصلا اتن است، نامش اتن است
که در ریتم اتن کار شده و اتن اصلا چی است؟ اتن که من شنیدم این یک نوع از دادره است دوستای عزیز. دادره چی رقم بود که دادره ما ده هر بار، یعنی دادره اصلا 6 تا مادره است، 6 تا مادره داره در دادره، 6 تا مادره وجود داره که میگه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. البته دادره ها اقسام و انواع مختلف دارن که باز امو وقت که چه قسم تقسیم کردن دوش فرق داره که نمی زمانی که تقسیم کردن اینا چی رقم تقسیم کردن، اما اون فرق نمیکنه که هر رقمی تقسیم میکنن باید با 6 تا تقسیمش کنن. ما یک روز یک ویدیوی علایده در مورد ریتم دادره حتما در خدمت شما آماده میکنیم که اینو ببینین و بسیار با دقت ببینین. من کوشش میکنم که به بسیار لسان ساده تشریح کنم تا ای که برای کلی که عام فهم باشه. خب دوستای عزیز، من چون که من آهنگ از امی اف میخوانم، تمپوره را همچنان در اف میگذارم و پلی میکنم که عالمی کار کردیم. ریتم اتنه انتخاب میکنم. شما ببینید دوستای عزیز که ما چی رقم ریتم باید متوجه شیم تا که بتونیم در او درست بخوانیم، به ریتم بخوانیم. امی جایی که اکسنت بسیار زیاد است، یعنی شما یک صدای دول قوی میشنوین از دیگه ماترا کده، اونمو ریتم ماتری اول امو ریتم است. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. اینجا من دادره را نشان میتونم دوستای عزیز که دادره ما دو قسمت داره، دو تا قسمت داره و هر قسمتش به 3 ماتر تقسیم شده. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. اینمی ریتم یک نوعی از ریتم دادره است. این حال آهنگ ببینید که شما از کجا شروع شده. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4. لیلا لختده چندارو، لیلا لختده چندارو، دوستای عزیز شما دیدین که از این مادره پنجم شروع شد. از مادره پنجم شروع میشه، لیلا لختده از مادره پنجم شروع میشه و اما طور آهنگ ادامه داره و انتریش هم این شکل است. دوستای عزیز شما حتما به این شکل تمرین ریتم بکنین. حالا ما میریم امرای ریتم میره یک جای میخوانیم. دوستای عزیز امی آهنگ اتن قسمی است که اول تمپوی ریتم بسیار آهسته میمونن، باز آهسته بلند شده میره. شما خودتون در تمپوهای مختلفی رو تمرین بکنین. من یکی 2 تمپوی رو تمرین میکنم و با شما خودتون این زیادتر در تمپوهای مختلف میتونین که تمرین کنین. وقتی که یاد گرفتین که نوتاش کدام است، با شما میتونین که در تمپوهای مختلف این تمرین کنین.
تمپو یک کمی آهسته تر میخونیم. تمپوش 15 موندی مال دوستای عزیز. این بود موضوع ویدیو امروز ما. خدا کنه که من تانسته باشم که به شکل درستش توضیح و تشریح کرده باشم. بسیار خوشحال بودم که با ما بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و شیر فراموش نکنین. بسیار من خوشحال میشم که بفهمم که زیاد دوستا از این ویدیو استفاده میکنن، از این ویدیوها یعنی در مجموع استفاده میکنن، چون شما میفهمین دوستای عزیز که جایی که ما زندگی میکنیم وقت بسیار ارزش داره و اگر من وقت میگذارم و بسیار زیاد وقت میگذارم و بفهمم که او استفاده میشه، توسط بسیار دوستای ما استفاده میشه، ما زیادتر تشویق میشم که امی وقتی که ما باید یک چیز دیگه استفاده کنیم در قسمت سپورت موسیقی خود افغانستان، سپورت کلچر افغانستان، سپورت دوستای ما در مجموع مردم افغانستان در هر جای دنیا که هستن به شکل خوبتر و بهترش ما قرار بگیرم. اگر بفهمم که استفاده میشه ما یک احساس خوش می داشته باشم و ما تشویق میشم که زیادتر وقت در این ویدیو مصرف بکنم و در خدمت شما دوستای عزیزا قرار بگیرم. تا هفته دیگه شما دوستای بسیار نازنینه همه را به خدا میسپارم. شاد و موفق باشین. بای بای.